تیر 1404. به نام خدا. فیزیک نیوتنی چیست؟ حوزه و قلمرو فیزیک نیوتنی کره زمین و همه مخلوقات روی کره زمین و اون چند تا ستاره و سیاره نزدیک کره زمین هستش. لیدرها و رهبران فیزیک نیوتنی که محققان و دانشمندان هستند معتقدند که همه اتفاقاتی که برای انسان و مخلوقات این حوزه اتفاق میفته فقط با علم قابل بررسی است. ابزار علم یکی وسیله‌های اندازه‌گیری و یکی تجربه هستش و از این نظر بسیار محدود هستش. فیزیک کوانتومی چیست؟ حوزه و قلمرو فیزیک کوانتومی 2000 میلیارد کهکشان جهان مادی هستش. لیدرها و رهبران فیزیک کوانتومی معتقدند که جهان مادی دارای میدانهای عظیم الکترومغناطیسی و مغناطیسی و الکتریکی هستش، ولی برای اثبات نظریات خودشون هیچ وسیله اندازه‌گیری و هیچ تجربه‌ای برای نفوذ به اعماق جهان مادی و این 2000 میلیارد کهکشان ندارند و از طرفی هم اعتقادی به کشف و شهود و اشراق نیز ندارند و از این رو نظریاتشون جایگاه بالایی ندارند و تا جایی که من اطلاع دارم تنها دانشگاهی که در این دنیا فیزیک کوانتومی رو تدریس میکنه یک دانشگاه در آمریکا هستش. فراکل‌نگری چیست؟ حوزه و قلمرو فراکل‌نگری جهان مادی با 2000 میلیارد کهکشانش و همچنین جهانها و عوالم دیگه از جمله جهانهای مجاور و جهانهای موازی و عوالم غیب هستش. لیدرها و رهبران فراکل‌نگری معتقدند که جهان هستی دارای نیروها و میدانهای بسیار عظیم الکترومغناطیسی و مغناطیسی و الکتریکی و همچنین نیروهای بسیار عظیم و میادین بسیار عظیم شعوری و همچنین هوشمندی هستش. منبع نظریات این لیدرها و رهبران کشف و شهود و اشراقشون هستش.